دلارام یعقوبی بیش از 30 سال اینجا در بازار مرکزی پنجشنبه سودا میکند. او با فروش ترمیه مشغول است و گفته این فروشنده مردم شهر و خریدارانی که وارد بازار میشوند توجه به محصولات وطنی دارند. بسیارتر حاضر و محصولات های خودمویه و وطنی خودمویه. مثلا ناکو، سیبو میخوان خودمویه. اکو سیتروس هم هستو خریدارا. اکو من این میرپریاتی میخوام کشورگر میگن. هم تو و основной مثل خودمویه میخوام وطنیه. مسئله نرخ و نوای ترمیه باشد در قیاس نسبت به سالهای قبل در همه دوره ارزان است. میگوید فروشنده دلارام یعقوبی تنها ارزانی با میوه‌های نوک، انگور، انار و سیب میباشد. نرخ و نوای مندرین باشد در این دوره با وجود کمی گران بودنش میزاجانه کم دارد. فروشندگان بازار میگویند که مردم حال و توجه به این نماد محصولات زیاد ندارند. مندرین از پاکستان و ایران میبیاد. نرخش از سالی پیشتر قیمت‌تر، خریدارش کمتر اکنون سالی آینده. چقدر ارزان باشد خریدار هم بسیار میشه. در مدت 10-12 ساعت کارش این زنی فروشنده زیاده از 100 کیلوگرم میوه را با میزاجان میفروشد. در برابر دلارام یعقوبی خاله طوفان در گوشه دهخون با فروش ترمیه مشغول است. اون سابقه 33 ساله کاری دارد. حالا او مندرین را با ارزش 9 سومانی برای 1 کیلوگرم و فروش گذاشته است. نرخ ترمیه در بازار چنین ارزش دارد: 1 کیلوگرم انار کنی بادام 13 سومانی، انار سمغور 14 سومانی، سیب باشد 6-7 سومانی و نوک 12 سومانی در فروش است. امسال نمودی سیب فراوان، انار فراوان، همه چیز فراوان، همه چیز ارزانی. من از شرایط بازار همیشه معلومه ناس که دادم من یورج کردم من همون سودا کرده گشتیم. مسئولین و فروشندگان میگویند که تاثیر خنکی هنوز به میوه‌جات نرسیده است، زیرا جای برای نگهداری میوه‌جات برای هر یک فروشنده موجود است. همچنین باید گفت که سیمای بازار مرکزی پنجشنبه به کلی دگرگونه گردیده است. بالا پوش گردیدن گوشه دهخان این دلالت بر توجه ظاهر نمودن به محصولات‌های دسترنج دهخان میباشد. حالا ذخیره‌های ترمیه در بازار کفایه بوده میتواند که تا وارد گردیدن میوه‌های نو بازار را تامین نماید. گزارش سید مختار سید انور، نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.